بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدین به چینل انفورمیشن تکنولوژی. با من جاوید رحمتیار حاضر هستیم در یک ویدیو کاملا جدید ما که مورد معرفی قرار بدیم کورس جدید ما را بیسیک نتورکینگ یا اساسات شبکه سازی، که در این ویدیو کوتاه میبینیم که امی بیسیک نتورکینگ ما کدام سلیبس در بر میگیره. با ما باشین دوستای عزیز تا آخر ویدیو که شروعش از what is network، یک نتورک چی است ای را میبینیم. local area network یا LAN چی هست ای را میبینیم. metropolitan area network یا MAN چی هست ای را میبینیم. wide area network یا WAN چی هست. network devices دستگاه هایی که در شبکه استفاده میشه، راوتر، سویچ، فایروال، ریپیتر، اینا را میبینیم. OSI مدل Open System Interconnection. دوستای عزیز، هر کسی که اگر در نتورک کار میکنه باز بیخی ضرور است که او OSI مدل بفهمه که OSI مدل ما را همراهی میکنه، کمک میکنه تا که در نتورک ما اگر چیز مشکل باشه IPOB کنیم یا ترابل شوتینگ کنیم. پس از او IP ادرسینگ بیسیکش میبینیم که IPv4 و همچنان IPv6. IPv4 سبنتینگ میبینیم. What is a MAC address ایره میبینیم. Essential network services like DNS, DCP, NAT. کدام سرویسز که در شبکه استفاده میشه مثل DNS, DCP, NAT ایره میبینیم. Types of cable. انواع کیبل ها را میبینیم مثل فایبر کیبل. در پهلو از این FTTH میبینیم که FTTH هم یک شاخه از فایبر است که توسط فایبر کیبل نتورکینگ میشه. ایترنت هم میبینیم. کوکزل کیبل هم میبینیم. پس از وای فای هم میبینیم که وای فای چی هست، چه قسم کار میکنه. البته که همه ما میفهمیم وای فای چی هست ولی بیشتر میبینیمش. و در آخر نتورک سیکیوریتی را میبینیم که چه قسم نتورک خود سیکیور بسازیم. اگر نتورک ما آسیب پذیر باشه بر ما مشکلات زیاد خلق شده میتونه، به این خاطر باید ما نتورک سیکیوریتی را بفهمیم. این بود ویدیو امروزی ما دوستای عزیز که بیسیک نتورکینگ برای شما مورد معرفی قرار دادیم و کدام سلیبس کورس ما در بر میگیره او را برای شما گفتیم. انشالله درباره هر کدامش ویدیوهای خود داشتیم، ویدیوهای بیشتر خود داشتیم. کورس ما را تا آخر تعقیب کنین. انشالله که کسایی که ضرورت به یاد گرفتن از چیزی از بیسیک نتورکینگ داره برش مفید خواهد بود. تشکر از توجهتان. ها دوستای عزیز، اگر تا حال چینل ما را سابسکرایب نکردین چینل ما را سابسکرایب کنین. با دوستایتان که همچون ویدیوها را ضرورت داره با آنها شریک بسازین. تشکر از توجهتان. تا ای که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خداوند پاک میسپاریم و السلام.